یه روز صبح بیدار میشی، چشماتو میمالونی، پرده رو کنار میزنی، اوه تاریکه، نه ابر نه بارون نه هوا گرفته، یه تاریکی صاف و کامل. ساعت گوشیتو نگاه میکنی، 7 صبح. اول فکر میکنی برق محلتون رفته، همه چی کار میکنه. تلویزیون رو روشن میکنی، موجی با یه حالت جدید میگه دانشمندان کشف کردن خورشید به طور موقت خاموش شده. پیش بینی میکنن این وضعیت 1 هفته طول بکشه. مردم هنوز نترسیدن، بیشتر گیج و کنجکاون. تو اینستاگرام و توییتر از سلفی های صبح تاریک، یه نفر توی تهران زیر چراغ خیابون، صبح بخیر به وقت نصف شب. مجبور شدن نور چراغ ها رو زیاد کنن چون همه جا حس ترس داره. دما هنوز تغییر نکرده، گرمای زمین ذخیره شده و جو هنوز همون حرارت قبل رو داره. ولی حیوانات اولین کسایی هستن که گیج شدن. پرنده های بالای شهر دور خودشون میچرخن. فروشگاه شلوغ شده است، مردم چراغ قوه و بخاری و برقی و این چیزا میخرن. مغز آدم برای تنظیم خواب به نور خورشید وابسته. حالا که نور ریست، همه قاطی میکنن. یکی وسط شب نهار میخوره، یکی وسط روز خوابیده. نور خورشید مهمترین منبع انرژی برای فتوسنتز گیاهانه. حالا فکرشو بکن، از امروز دیگه گیاهی رشد نمیکنه، نه اینکه بمیره، فقط رشد نمیکنه. کشاورزان از همین روز دوم نگران میشن. میگن اگه ادامه پیدا کنه محصولا از بین میرن. چراغ‌های خیابونی رو 24 ساعت روشن نگه میدارن. قبض‌های برق داره سر به فلک میکشه. نبود نور خورشید داره روی همه اثر میکنه. آدما بیحال شدن، کمتر میخندن. مترو چهره‌های خسته شده. حتی اونایی که صبح پر انرژی بودن الان کسلن. وقتی نور طبیعی کم باشه، سطح هورمون‌های سروتونین و ملاتونین تو بدن تغییر میکنه. مدارس آنلاین یا گاهن تعطیل شدن. در خیابون‌های بزرگ بیلبوردها و چراغ‌های نئون 24 ساعت روشن تا حس روز رو تقلید کنند. تو شهرهای سردسیر دما زیر صفر شده. توی جاده‌های معتدل مردم دارن پتو میکشن. هوای داخل خونه‌ها هم سرد شده. انرژی خورشید به جو نمیره، پس جو داره به سرعت گرماش رو از دست میده. نیروگاه‌های خورشیدی از کار افتادن. نگرانی و هشدار که مصرف گاز رو کم کنید. فروشگاه‌ها قیمت محصولاتشون رو بالا بردن چون دیگه کشاورزی از کار افتاده. حالا دیگه حتی خوشبین‌ترین آدم هم نگران میشه. مردم کمتر از خونه‌ها بیرون میان. فکرشو بکن، بیرون یخبندان کامله، دیگه آدم نمیتونه رفت آمد کنه. گیاها کاملا پژمرده شدن. حیوانات مهاجرت زودرس کردن یا تو لانه ها موندن. تو اینترنت شایعه بیداد میکنه، این کار بیگانگانه. آزمایش های ناسا نشونه آخرالزمان. تو بازار سیاه ژنراتورها و بخاری های گازی چند برابر قیمت فروخته میشن. سوپرمارکت ها میوه و سبزی دارن. تو همین شهرهای خاموش موقت اجرا شده. برخی از رودخانه‌ها و دریاچه‌های کوچیک توی مناطق سرد شروع به یخ زدن کردن. هم خانواده‌ها دور هم جمع میشن و میگن این شب طولانی رو هم با هم بگذاریم. شاید یه شب کامل، اصلا روزی وجود نداره، اما حس ناامنی همه جا هست. بیشتر محصولات کشاورزی که در فضای باز رشد میکردن نابود شدن. مزارع گلخانه‌ای هم به خاطر گرانی انرژی و نبود نور طبیعی یکی یکی تعطیل شدن. دامداری‌ها باید به ذبح بزرگی از دام‌ها تبدیل می‌شد چون غذای کافی برای اونها نبود. قیمت مواد غذایی سر به فلک کشید و جیره‌بندی رسمی غذا شروع شد. نبود خورشید باعث کاهش تبخیر و تغییر چرخه آب شده. بارندگی کم شده و منطقه حتی با خشکسالی زمستانی روبرو شدن. در مناطق سرد آب لوله‌ها یخ زده و قطع شده. مردم باید به ذوب برف یا استفاده از آب آلوده رو بیارن. در تاریکی مطلق کنترل شهرها سخت‌تر شده. غارت و دزدی‌ها افزایش پیدا کرده. میلیون‌ها نفر از مناطق سردتر به سمت استوا حرکت کردند چون اونجا هنوز کمی گرما باقی مونده. جاده‌ها از خودرو و ماشین پر شده. مردم دارن سفر میکنن به جاهای گرمتر. بورس و بازار جهانی عملاً تعطیل شدن. ارزش پولها به شدت افت کرده و تبادل کالا جای پول رو گرفته. نفت، غذا، ژنراتور تبدیل به ارز اصلی شدن.
همه جلوی تلویزیون و رادیو نشسته بودن. مجری با صدای جدی میگه دولت رسما اعلام کرده که به دلیل سرمایه شدید و کاهش منابع، پناهگاه‌ها در مکان‌های مترو قدیمی، تونل‌های معادن و زیرزمین‌ها ساختمان‌های بزرگ هستند که با دیوارهای ضخیم عایق بندی هستند. مردم در گروه‌های 50 تا 100 نفره تقسیم شدن، یک خانواده اینجا و یک خانواده اونجا. دیگه خبری از خانه خودت نیست. همه در یک فضای جمعی در زیر زمین زندگی میکنن. روز و شب معنی نداره چون هیچ نور طبیعی وجود نداره. هوای سنگین ممکن است به خاطر تهویه دچار مشکل شه. بیماری ها سریعتر پخش میشن چون همه در یک فضای بسته‌اند. حریم کوچیک باعث تنش بین مردم میشه. دعوای کوچیک هر روز اتفاق میفته و دیگه اون زندگی معمولی جریان نداره. نبود خورشید زندگی کردن روی این کره زمین رو غیر ممکن میکنه.